درود بر شما. حالتون چطوره؟ خوبین؟ چه خبرها؟ چی کارا میکنین؟ امروز اومدم براتون جلسه تحلیل و بررسی فیلم پرحاشیه این روزها بیداد اثر جدید سهیل بیرقی رو بذارم. من همش احساس میکنم بین بیرقی و بیهقی میمونم. اون تاریخ بیهقی بود درست. من هی قاطی میکنم. آره، بعد من الان نمونه بارز کسی هم که 1000 تا کار داره و هر کاری میکنه تا اون کاری که باید بکنه رو نکنه. من الان جزو هیئت انتخاب جشنواره جنراسیون کوختم، یه جشنواره فیلم کوتاه توی فرانسه که من باید بشینم همه فیلمایی که فرستادن رو ببینم، تحلیل کنم و بهشون امتیاز بدم. نزدیک 200 تا فیلمه و تا اول سپتامبر وقت دارم. امروز 22 آگوسته، یعنی حدوداً 10 روز دیگه من وقت دارم که بشم 200 تا فیلم ببینم. از این 200 تا فقط 10 تا شو دیدم. و ببین این کاری که من دوست دارم، یعنی با علاقه انجام میدم، ولی چون وظیفه میشه حالت اینکه بیفته دقیقه 90. یعنی اون حس ایرانی چیه، این تربیت نادرست آموزش پرورش که هممون رو دقیقه 90 کرده، شب امتحانی کرده. منم همین کرده. الان من مطمئنم 2 روز آخر میشنم همه این فیلم ها رو میبینم. مثلا نمیتونم، مثلا تو این 2 ماهی که وقت داشتم نتونستم تقسیم کنم روزی 1-2 تا فیلم ببینم. خیلی مثلا اصلا نمیتونم اینطوری پیش برم. من تو ایران بزرگ شدم و شب امتحانیم. با اینکه این کارم خیلی دوست دارم، ولی بازم چون مثلا میگم حس کار میاد روش یا وظیفه میاد بغلش، شب امتحانی میشم یا مثلا هی پشت گوش میندازم. خودم دارم هرسم میگیره. حالا اینا رو گفتم که بگم مثلا الان من باید 200 تا فیلم هست که بشینم ببینم. نشستم فیلم بیداد آقای بیرقی رو نشستم دیدم که بیام تحلیلش کنم. آخه چون یکی از دوستان بهم پیام داده بود، گفته بود که اینو دیدی بیا راجبش صحبت کنیم. گفتم من ندیدم و گفتش که آره دیدی بیا راجبش ویدیو بساز و اینو دوستم نظرتو بدونم. گفتم حتما، من چون نظرات خیلی مقبره کوروش عزیز رو من اینجا میذارم. آره دوستم زنگ زد گفتش که بیا نظرتو بگو. من دیگه گفتم حالا بذار منم بیام نظرم، به همه دارن تحلیل میکنم، بذار ما هم تحلیل کنیم. من فیلمو که دیدم سعی کردم زیاد این ور اون ور تحلیلای بقیه رو گوش ندم که روز نظرم تاثیر نذاره، ولی 1-2 تا تحلیل رو چشم خورد تو اینستاگرام که راجبش صحبت میکنم. یه دلیل دیگه هم که یه ذره مطمئن نبودم که بیام راجع به این فیلم صحبت کنم اینه که کلا ما ایرانیایی که توی این دوره از تاریخ داریم زندگی میکنیم، من احساس میکنم هممون توی بازی مافیا گیر کردیم که دائما داریم در حال تشخیص مافیا هستیم، ببینیم طرف شهرونده یا نه. اولین نفری که مثلا یه نفر میاد بالا، اسمش یه ذره معروف میشه یا شروع میکنه به محبوب شدن، سریع میایم ببینیم این مافیا یا شهرونده. میدونی الان هم سر این فیلم همین شده که الان خیلی بهش حجمه وارده و بهش اینه که آره تو اگه مجوز داشتی چجوری تونستی این هم پلانای خارجی بسازی و پلانای خارجی خوب مثلا فیلم برداری کنی، چطور توی مثلا کروت مخبر نداشتی، یا مثلا چجوری اجازه دادن بهت مجوز، مثلا چجوری تونستی این پلانا رو بگیری و اینا، یا خیلی از کاری دیگه. و توی متن فیلمم خیلی مثلا حجمه بهش وارده. حقیقتش رو بگم من همیشه توی بازی مافیا خیلی بد بودم. همیشه اگه شهروند بودم منو فکر میکردن مافیام حذفم میکردن، اگرم که مافیا بودم سریع همون اول منو تشخیص میدادن و حذفم میکردن. در کل که من توی این بازی خوب نیستم و تحلیلایی که یک سری از دوستان میان میکنن قابل احترامه، ولی من چون از این قابلیت برخوردار نیستم نمیتونم بیام مثلا تحلیلای اینجوری بگم که آره این دیالوگ منظور به اینه، به این برمیگرده، اونجوریه اینجوریه.
من چیزی که سواد خودم میرسه و چیزی که خودم برداشت میکنم و میام میگم و حالا سعی میکنم هم که اگه یک آرتیستی میاد میگه آقا من اینو بدون مجوز ساختم، من دغدغه زنانه فلان و اینا، باور کنم حرفش رو تا زمانی که دیگه یه عکسش ثابت شه، عکسی که خیلی مثلا غیر قابل انکار باشه که این طرف نه واقعا مثلا دو چهره داره، مثلا دو رو داره حرفش. برای سهیل بیرقی برای من اینطوری نیست. به نظر من یک فیلمساز فمینیسته و دغدغه زنان داره و حالا اون حجمه هایی هم که بهش وارده، به نظر من تو هر کاری بکنی توی این حوزه بهت حجمه وارد میشه و بهت اتک میشه. من اینطوری فکر میکنم، ولی لزوما تفکر من میتونه درست نباشه. من جا میذارم برای اشتباه کردن و از اون جایی که من آدم میگفتم توی مافیا، توی بازی مافیا اصلا خوب نیستم، من رو هیچ وقت نذارین توی چه میشه میگن بگین که فلانی اینطوری فکر میکنه پس درسته. من اصلا سعی میکنم نظر خودم برای خودم نگه دارم، چون که اصلا خیلی وقتا اشتباه میکنم و درصد اشتباه هم بالاه. برای همین دوست ندارم که مثلا زیادم بیام راجع به موضوعات مختلف نظرهای محکم بدم، چون میدونم که خیلی ممکن اشتباه کنم. اینا به کنار، من اومدم این فیلم از جانب خودم تحلیل بکنم و چیزایی که راجبش دیدم و بگم مثلا چی فکر میکنم. چرا؟ چون یه چیز دیگه هم که هست در رابطه با سهیل بیرقی، مثلا رسول کاهانی جعفر پناهی جعفر پناهی که پلم و دوغ پارسال رو برد، بعد از اینکه برگشت ایران کلی حجمه بهش وارد شد چطوری تو یه همچین فیلم سیاسی ساختی، برگشتی رفتی ایران کاری نداشتن، یا مثلا یا مثلا امثال هم. خب من نوعی، منی که ببین واقعا سخت برام درک این بازی ها و ترجیح میدم که فقط نسبت به اون چیزی که میبینم قضاوت کنم، به اون اثری که میبینم. من اول چیزای جنبه‌های خوب کار آقای سهیل بیرقی رو میام میگم به نظرم و بعدش میرم راجع به چیزایی که مثلا به نظرم خوب نبوده. اول از همه من سینماتوگرافی این کار رو دوست داشتم، به نظر من خیلی فکر شده بود. با اولین پلان فیلم شروع میکنم که ستی داره مادرش رو روی زمین میکشه و توی یک راهرویه و این پلان چندین بار توی فیلم تکرار میشه. ما ستی رو توی موقعیت‌های مختلفی میبینیم که بین دوتا دیواره، توی اون دالونی که داره آواز میخونه، توی اون مسیری که داره میره به خونه ببین همون امیر جدیدی و این دو دیواری که ستی من توی موقعیت مختلف میبینمش که هست، حس تنگنا به من میداد. این که حس این که این آدم توی تنگناه و این حس رو کاملا به من القا کرد. ستی یه مادر الکلی داره، یه مادری که مسئولیت پذیر نیست، یه مادری که مادر نیست به حالت تیپیکال جامعه، چیزی که ما از یک مادر ایرانی تصور داریم. مادر ستی اونطوری نیست و مادر ستی یک باریه روی دوش اون که ما چندین بار توی فیلم میبینیم که اون رو میکشه، روی تخت میذاره. میدونید مثلا به جای اینکه مادری باشه که کمکش باشه برای پری باشه، بالی باشه برای پرواز، بدتر میخیه زیر پاش. مادری که توی نقش قربانی بودن خودش گیر کرده و با یه نقش قربانی بودن خیلی راحته و اینو کجا میفهمیم؟ وقتی که این مادر به خاطر علاقه‌ای که به بچهش داره میره همخوابگی میکنه با مأمور اونجا، مأمور اطلاعات و تا بچهش آزاد بشه و این نشون میده که خب بچهش رو خیلی دوست داره و به خاطر بچهش تن به همچین کاری داده. ولی برای من از لحاظ روانشناختی این کار براش، چون توی جایگاه قربانی
قرارش میداد این کاراکتر رو، براش جهنم آشنا بود و میگن جهنم آشنا از بهشت ناآشنا برای ما خیلی وقتا بهتره و خودش رو توی این جهنم آشنا برای رهایی فرزندش قرار میده. این تحلیلی که من از این کاراکتر دارم و کاراکتری که خودش تمام اون قابلیت هایی که ستی داشته صدا داشته و اینا، ولی ازش استفاده نکرده، بهره مند نشده و خودش رو توی جایگاه قربانی قرار داده و ما توی فیلم میبینیم که به ستی میگه اگه تو امروز اینجایی به خاطر منه، چون یکی مثل من پشتته. و برای من این از اون حسادتی میاد که مادری که فرزندش رو دوست داره ولی همچنان به فرزندش حسادت میکنه میاد. مادری که خودش رو همیشه راحت تره که آدم خودش رو بذاره توی جایگاه قربانی و حالا که فرزندی داره که جنگجوه و میره میجنگه و الان حالا به واسطه اون جنگجو بودن و سرسخت بودنش پاشده رفته یه مثلا اسمی برای خودش در کرده، مثلا توی سوشال میدیا به اسم دختر ایران مثلا گفت شناخته شده و اینا. الان میخواد از اون محبوبیت برای خودش هیچ چیزی بخره، برای خودش سهمی داشته باشه، در حالی که سهمی نداره. این مادر میخیه بر پای این بچه توی این مسیری که داره میره، کمکی نبوده و حسادتی هم داره، یک حسادت مادرانی، یک رقابتی که بین خودش و دخترش حس میکنه و تفاوتشون و برای من خیلی قشنگ بود این کاراکتر، به خاطر اینکه برای ما میشکنه تیپیکال مادر ایرانی که ما توی تصوراتمون هست. کاراکتری که سهیرا بیرقی نوشته خیلی قشنگ بود به نظر من، حتی این کاراکتر روی کاغذ قشنگتر هم بوده، چون میگم در تضاد با تیپیکال خانواده ایرانی، مادر ایرانی برای ما، و چون توی فرهنگ ما مادر خیلی جایگاه ویژه‌ای داره و ما خیلی قدیس میدونیم مادر رو، خیلی اصلا توی فرهنگمون خیلی اینجوریم که یکی مادر خوب بودن اصلا وظیفه است، یه چیزیه که بیسه. مثلا مادری که از خود گذشته باشه، غذا قرمه سبزی همیشه بپزه، همیشه فلان کنه، این کارو کنه، انگار اصلا توی سینمامون هم خیلی کم به این مدل مادرها پرداخته شده. من این به کنار، تحلیل یکی از دوستانم که یکی از آشنایانی که اتفاقا تحلیلگر معروفی هم هست و جایگاه خوبی داره به عنوان تحلیلگرا دیدم و یه قسمت از تحلیلش مغز من رو سود کشید، باعث شد که مغز من سود بکشه. این بود که مادر ستی، ما توی فیلم میبینیم که مادر ستی مثلا با آدمای مختلف میخوابه و این که حالا رفته با اون مرد خوابیده کار سختی براش لزوما نبوده و این تحلیل باعث شد که من مغزم خونریزی کنه. چرا؟ چون این نگاه از نگاه سکسیست یک مرد ایرانی میاد که توی اون جامعه مرد سالارانه ایرانی بزرگ شده و تلاشی برای تربیت این تفکر نشده. عزیز من، کسی که یک زن میتونه با هزاران مرد به دلخواه خودش بخوابه، ولی وقتی که این اجبار میشه، تن به اجبار میده، موضوع فرق میکنه. دلیل نمیشه که این کاراکتر توی این فیلم چون با مردهای حالا توی فیلم با یه مرد داشته میخوابیده و الان به خاطر نجات دخترش رفته با یه مرد دیگه خوابیده، این کار برش راحت بوده باشه. تو وقتی به کسی احساس نداری و باهاش میخوابی، این مثل تعرض جنسی، تجاوز جنسی میمونه به تو. توی فیلمم مادرش میگه که این مردی که هر کاری دلش خواست با من کرد. میدونی؟ دو طرفه نبوده اون خواستنه. دلیل نمیشه چون مرده و این زن با مردا قبلا خوابیده، با مردهای مختلف خوابیده، الان براش راحت باشه با هر مردی خوابیدن. این تفکر بسیار جنسیت زده‌ایه و من خیلی عصبانی شدم وقتی که از این آدم این تحلیل رو دیدم، چون این آدمیه که
توی تحلیلگرا معروفه و نه فقط توی جایگاه بین المللی و من خیلی ناراحت شدم از این تحلیل. حالا اون به کنار، من برمیگردم به قصه ستی. ستی یه دختر جنگجوه. اولش که فیلمو دیدم میره مثلا دقیقا مثلا یه رو به اول فیلم من نگاهم به فیلم این بود که برای مخاطب خارجی ساخته شده. چرا؟ چون خیلی اینفورمیشن به ما میده، دیالوگا خیلی اینفورمیشن میده. بعد ستی میره توی یه دفتری مثلا که اجازه خوندن بگیره و اینا. خب میدونی این نرمال نیست دیگه. به عنوان یه مخاطب ایرانی تو میبینی که خب کی میره این کارو بکنه؟ تو به عنوان یه زن ایرانی میدونی که اجازه خوندن نداری دیگه. حالا اینکه بری دفتر، نمیدونم اون دفتره که میرفت کجا بود، حالا نمیدونم. این خیلی برای من حالت سمبولیکی داشت و واسه بیشتر مخاطب خارجی این قسمت فیلم ساخته شده بود که نشون بده این دختر به هر دری زده. و اون قسمتی که وارد کافه میشه، دیالوگایی که بین صاحب کافه و خودش برقرار میشه خیلی اینفورماتیکه و من اینجوری بودم چقدر حیف، چرا انقدر داره به ما اطلاعات مستقیم میده. میدونی به نظرم خوب نیومد این قسمت دیالوگ نویسیش، چون خیلی اینفورمیشن میداد. ولی فکر میکنم برای حالا مخاطب خارجی آره خوب بود، چون خب اطلاعات ما رو نداره مخاطب خارجی. برای همین من فکر میکنم فیلم ابتدای فیلم کاملا برای مخاطب خارجی ساخته شده بود که درکی بهتری داشته باشه از موقعیت. فیلم هم برای مخاطب ایرانیه به نظرم، در ادامه هم برای مخاطب خارجی، ولی ابتداش بیشتر برای توضیح بیشتر موقعیت برای یک مخاطب خارجی ساخته شده بود به نظر من. ستی دختر جنگجوه که میره میجنگه، آواز میخونه و مثلا یک نمایندگی نسل زده که خیلی بی‌پرواترن، خیلی جنگجوترن. این رو به نظرم خوب تونسته نشون بده. ستی دوچرخه سواره. برای من جالب بود انتخاب دوچرخه سواری، به خاطر اینکه ما میبینیم که این توی موقعیتیه که زنها موتور سواری هم میکنن، ولی انتخاب کارگردان دوچرخه بود. من حس کردم دلیلش اینه که میخواد این آدم پا بزنه، زحمت بیشتری بکشه، نشون بده زحمتی که داره میکشه برای روان شدن، برای حرکت کردن. مثل یه موتور راحت نمیره، باید برای هر رکابش یک انرژی صرف کنه. یک جایی که من با فیلم با کاراکتری که از ستی ساخته بود یه ذره دیتچ شدم، یه ذره فاصله گرفتم. موقعیتی بود که به ستی تعرض جنسی میشه، داره پا میزنه و یه موتور سوار میاد از بغلش رد میشه و به باسن ستی دست میزنه 2 بار. و توی این سکانس ما میبینیم که ستی هیچی نمیگه و جلوتر و توی همین سکانس میبینیم آدم ها هستن، یعنی یک خیابون خلوت نیست که ستی ترس از تجاوز داشته باشه یا ترس از این که مثلا یه چیزی بگه یا رو بندازتش خفتش کنه، چون آدم هست دور و برش. و من برام خیلی عجیب بود این پارادوکس کاراکتر که چرا این لحظه این دختر جنگجو که میتونه داد بزنه، میتونه بره تو دل اون سرباز بزنتش، چرا داد نمیزنه، چرا فوش نمیده به اون مردی که داره بهش تعرض جنسی میکنه. و پیش خودم فکر کردم شاید به خاطر اینه که کارگردان میخواد پارادوکس این کاراکتر رو نشون بده، پارادوکس اینکه این آدمی که میتونه انقدر جنگجو باشه ولی لحظه هایی هم داره که مظلومه، که فکر درستیه ولی کافی نبود. این پلان ساده برای نشون دادن پارادوکس این کاراکتر کافی نبود برای من و برای من نقص به حساب اومد، چون که اگه قرار بود من مظلومیت اینو ببینم یه جای دیگه هم که بهش ظلم میشد بعد مظلومیتش رو میدیدم. دیدیم مظلومیتش رو توی جاهای دیگه، مثلا توی چی بهش میگن، توی اون چیزی که قرارش داده بودن، سلولی که قرارش داده بودن و پریود میشه و
اون پریود خیلی همدلی من رو برانگیخت، به خاطر اینکه این نابرابری زن و مرد رو نشون میداد. ببین اگه یک مرد همزمان با همون موقعیت دستگیر شده بود و توی همون سلول بود، این پلوس، این چیز اکسترا، این چیز اضافه رو نداشت. این زن پریود شد اونجا، خون ریزی کرد، حالش بد شد، بدنش به هم ریخت و یک مرد هیچ وقت این رو تجربه نمیکنه. توی 2 نفر، یک زن و یک مرد، توی تجربه مشابه مثلا گرفت، اگه 2 نفر رو بگیرن، یه زن و مرد 10 روز بذارنشون تو انفرادی، شرایط مساوی نیست، چون زن پریود میشه، هورموناش به هم میریزه، درد میگیره، نیاز داره مراقبت کنه، آب گرم بذاره رو شکمش. و این صحنه من خیلی این پلان رو من خیلی دوست داشتم از ته قلبم و خیلی من رو تاچ کرد. بعد حالا از اون بگذریم. اون جنس مظلومیتی که توی سلول دیدم با جنس مظلومیتی که بهش تعرض شد و هیچی نگفت یکی نبود. اون جنس مظلومیتی که توی سلول دیدم، ازش پریود شده بود و صداش جای در نمی اومد، چون دیگه توانایی نداشت، میدونی، کسی به حرفش گوش نمیداد، جیغم میزد، نمیمدن در باز کنن. ولی مظلومیتی که اونجا توی دوچرخه سواریش و تعرض جنسی که بهش شد، جنسش یکی نبود، چون آدمم بود اون دور و ور. توی بک اون پلان میبینیم که چند نفر هستن و میتونست جیغ بزنه، آدم ها بریسن سر اون مرده، یا حداقل فراجش بدن، یا حداقل باعث نشه که این مرد بهش تعرض کنه. میگم این پارادوکس برای من یه ذره آزاردهنده بود. اگه قرار بود که به نظر من اگه قرار بود که این پارادوکس نشون دهنده پارادوکس شخصیتیش باشه، باید چند جای دیگه هم از فیلم تکرار میشه تا ما بفهمیم که اوکی، این بخشی از مظلومیت این کاراکتری که انقدر سرسخت و جنگجوه میتونه مظلومم باشه. شخصیت بعدی که میخوام بهش بپردازم امیر جدیدیه که من وقتی که دیدم خیلی احساس کردم تتلوه. بعد دیدم آدمای دیگه هم که راجبش تحلیل کرده بودن همینو گفته بودن که این کار برگرفته از تتلوه و اینا. خیلی جالب بود. کاراکتر خیلی نمادینه، از اسمش مشخصه. ببین توی این فیلم همه کاراکترها نیاز به دیده شدن دارن، چه مادر، چه ستی، چه ببین، که اصلا خودش اسمشو نمیگه، میگه اسم من ببینه. تو دیالوگات چندین بار دیده میشه که منو نگاه کن، ببین، ازم تعریف کن. مادر ستی اینو میگه، خود ستی به اون کرمش که داره پروانه میشه میگه ببین منو تشویق کن، ببین من وایرال شدم، ویدیوم وایرال شد، منو تشویق کن. و اون کار اون چه میگن، امیر جدیدی که کاملا دیگه اصلا خیلی واضحا میگه منو ببین من اسمم ببینه. و این با این قسمت هم من خیلی همزاد پنداری کردم، به خاطر اینکه به عنوان یه هنرمند من خودم همیشه نیاز به دیده شدن داشتم، نیاز به اینکه تشویق بشم داشتم و اینکه دیده نشم خیلی اذیت شد. مثلا اینکه نه که دیده نه، مثلا میتونم بگم به عنوان یه هنرمند نه هر دیده شدنی، نه دیده شدن به هر قیمتی، مثلا هنرم دیده بشه. و توی ستی اینو کاملا میبینیم، توی این فیلم کاملا میبینیم که نیاز به دیده شدنه، نیاز به شنیده شدنه، نیاز به تاییده. بسیار توی قسمت‌های مختلف فیلم این بهش پرداخته میشه. و جونم براتون بگه که دیگه چی راجع به چی میخواستم صحبت کنم. انتهای فیلمم خیلی نمادین تموم میشه. ببین همون امیر جدیدی میره به جنگ سربازها و ستی شروع میکنه به خوندن و اینا، خیلی خب نمادینه برای مقاومت و اینا، برای نشون دادن مقاومت. خب به نظرم قشنگه، پایان قشنگیه و من خیلی خیلی اون پایان بندی فیلم با اون نقاشیایی که روی دیوارا بود، همین قسمتایی که ستی بوده با یه بال پروانه، خیلی دوستش داشتم. میگم خیلی نماد گذاشته بود برای ما سهیل بیرقی توی این فیلم. حالا میخوام بپردازم به این نقدایی که شده بود.
مثلا یکیش این بود که چرا خود ستی بازیگر ستی خودش خواننده است، چرا از صدای خودش استفاده نشده توی این فیلم؟ مثل اینکه از صدای پرستو استفاده شده. پرستو یه دختر خیلی خوش صدای خواننده ایرانی. من خودم واقعا نمیدونم، حالا شاید چه میدونم این میتونه سلیقه کارگردان باشه، میتونه چون جنس صدای پرستو رو بیشتر دوست داشته باشه انتخابش این بوده باشه، من نمیدونم. یه چیز دیگهش این بوده که چرا امیر جدیدی توی این فیلم میگه که صدا تو رو منو تحریک میکنه، منو باعث میشه که من صداتو خیلی دوست دارم و صدات اصلا یه چیزی داره باعث میشه من به شوق بیام، به فلان بیام اینا. و در نهایت در آخر فیلم امیر جدیدی میگه که تو خودت جدا از صدات نیستی و خیلی بهش نقد شده به خاطر اینکه میگن که خب الان دلیل اینکه زنان نمیتونن بخونن همین تفکره که میگن زن صداش باعث تحریک مردا میشه، واسه همین نمیذارن بخونن دیگه. و الان چرا تو این دیالوگ آوردی توی فیلمت؟ ولی من فقط به این دیالوگ بسنده نمی کنم، چون میگم این دیالوگو میگه وسط فیلم امیر جدیدی، ولی آخر فیلم میگه که تو جدا از صدات نیستی، تو خود صداتی. و برای من این نماد اینو داشت که کلا موضوع زن بودن، موضوع فقط صدای زن بودن نیست و من این برداشت کردم ازش. چیز دیگه ای هم که بهش نقش شده بود همین تشابه تتلو بودن و اینا بود. حالا من نمیدونم چرا واقعا من دلیل تشابه کاراکتر امیر جدیدی و به تتلو رو نفهمیدم، توی تحلیلام متوجهش نشدم. حالا شاید یکی شما اگه ایده‌ای دارین بیان بگین بهم. یه چیز دیگه ای که برام جالب بود که الانم یادم رفت، میخواستم حافظه ماهی یه چیزی میخواستم بگم خیلی جالب بود یادم رفت بچه‌ها، وای خیلی حیف، اشکال نداره، بذار یادم نیامد در نهایت هر چقدر فکر کردم. و در نهایت این که موندن و ساختن دیگه توی دیالوگای فیلم اینه که من میمونم و میسازم و میمونم، من چرا برم؟ سفارت ها الان دارن به این دیالوگ یه ذره برای من تریکی بود، چون که میگه الان سفارت ها بهم ایمیل زدن فلان و اینا، یه ذره این خیلی جالب نیامد برام، به خاطر اینکه کسی که توی ایران میگیرنش و اینا اینجوری نیست که سفارت ها ایمیل بزنن بیا عزیزم بیا تو بیا کشور ما پناهنده شد، بدبخت میره با بدبختی پناهندگی یه جا رو میگیره. اصلا اینجوری نیست که فرش قرمز پهن کنن، اینجوری بود که الان هر کی که همه رو میگرفتن پا میشدن میرفتن. من یه ذره حالا نمیدونم شاید برای آدمای معدود و خاص اینطوری باشه، ولی اینکه حالا توی فیلم میگه سفارت ها ایمیل زدن من نمیخوام برم، یه ذره برام زیادی بود. این تیکش رو دوست نداشتم. ولی این که میگه من میخوام بمونم چرا باید برم، به نظر من خیلی دقیقا با نگاه کارگردانم همینه. من رفتم اینستاگرام سهیل بیرقی رو دیدم نوشته بود میمانم و میسازم و دمش گرم مونده و ساخته و و خب بهشم میگن یکی از فمینیستای سینمای ایران و فیلمایی هم که میسازه چندین لیر داره و من باهاش با اینکه مثلا یه سری بهش حجمه وارد میکنن که آره تو زن نیستی اصلا توی موضوع زنان دخالت نکن، مخالفم. یک مرد میتونه فمینیست باشه، چرا نمیتونه از حق زنان دفاع کنه؟ چرا نمیتونه راجع به زنان بسازه؟ اون مرد از یک زن زاده شده، اگه استریت باشه عاشق یه زنه، اگه دختر داشته باشه بچهش دختره، خواهر داره، ما در هم تنیده ایم، زن و مرد از هم جدا نیستن و درد من درد اون هم هست و اگه کسایی که چشمشون باز باشه روی این شرایط این رو کاملا میبینن. در کل این بود تحلیل من از فیلم جدید آقای بیرقی.
و به نظرم این موضوعات زنان توی ایران خیلی بهش کم پرداخته شده و خیلی باید بهش پرداخته بشه و هر کی هم که بهش میپردازه دستش درد نکنه به هر شکل و فرمی. سالیان ساله که سر ما زدن، صدامون خفه است و الان داره آروم آروم یه ذره صدامون باز میشه، تازه مثل ستی که داره لکنتش تازه داره یه ذره بهتر میشه، ما هم داره یه ذره لکنتمون بهتر میشه. به نظر من واقعا نباید انقدر حجم وارد کرد به کسی که میاد راجع به زنان صحبت میکنه، سعی میکنه که یه فیلم بسازه. فیلمی هم که به نظر من فیلم بدی نبود از لحاظ کارگردانی، تصویر. میگم توی متن ایرادات خودش رو داشت ولی دستش درد نکنه که دغدغه‌مند این فیلم دغدغه زنان داره. کم داریم آدمایی که راجع به دغدغه زنان بسازن، حقیقتا کم داریم و دستشون درد نکنه که ساختن. و در نهایت هم بگم، من بازم میگم من توی این بازی مافیا خوب نیستم. اگه طرف میگه شهروندم، من سعی میکنم باور کنم، چون میترسم آفساید بزنم، میترسم اشتباه کنم و میترسم گول مافیاهای دیگر رو بخورم. این تحلیل خیلی سعی کردم کوتاه بگم، با اینکه ویدیو هم خیلی طولانی تر از حالت معمول شد. عذر میخوام که اینقدر طولانی شد، ولی آره دیگه این تحلیل خیلی بیسیک من از این فیلم بود. امیدوارم دوستش داشته باشین. نظری اگه دارین در رابطه با این تحلیل بهم بگین حتما. دوستتون دارم. مرسی دوباره از اینکه پادکست زال و غزال رو گوش دادید. تا درودی دیگر، بدرود. ماچ به کلتون.